خوش آمدید اکای اونا. مهمان ها در همین جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. حاله؟ بخشش که دیر آمدم جان، از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمی بخشیدم تو رو با اینجا دعوت نمی کردم، اما تو باشی باز از پشت کلتا کلوست دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال؟ حاله لطفا بیا می رویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یگون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چیکار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش اومدید. خوش باشی. یزنا جان مرا با بوجم شناس میکنی؟ ما از کی باز بوجه شده من؟ الله زند. در حقیقت بسیار شاد شدم. بسیار. داماد در کجاست؟ در همین جا بود ممکن حاضر آید. خوش آمده. اینقدر برق خاموش کنه که بسیار کدامش باشد. چی شد؟ چی گپ شد؟ چی شد؟ نمیبینی برق خاموش شد؟ عجایب سوا میدی. چی گپ شده باشه؟ چی گپ شد؟ سیوت مرد. این برق از کجا خاموش شد؟ یک بگار سیوت زنگ نمیزنه؟ شوکت اینجا بیا. رفته راه گرده. این بختیار کجا شد؟ یک رفته برق رو میدید. چی گپ شده باشه؟ عزیزم قوه برق خاموش شد. خدایا چی شده باشد؟ این برق از کجا خاموش شد؟ آقای خلیل دستت رو گیر. ای برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ خاموش. خدا جزایت را دهد دیوانه. کمیسر اونال در اینجاست. چی گفتی؟ کمیسر اونال در اینجاست. او چیکار میکنن؟ او باز بوجه هم بوده است. چی بوده است؟ بوجه هم بوجه چیست؟ ای شوکت شوهری دو اپا و خواهر رو بوجه میگویند. بوجه هم برآمد. دشمن هم بوجه هم برآمد. من این رو میدونم. اپای زورو همسر کمیسر اونال است. بله برادر عیناً همینطور است. ها من این رو فهمیدم. تو چی خیر؟ اوه شوکت بوجهت میشود؟ آغوزت رو بلند نکن. اونال بوجه ای تو برآمد؟ عیناً همین خیر. برادر جان خفه نشو، صغیره به تقدیر بوده ای. این هم تقدیری بدی من. تو از وای میگریختی او باشد بوجهت برآمد. چیکار میکنی اکنون؟ نمیدونم برادر، یک بلا کرده زود از اینجا نشدن در کن. تمام. کجا میروی؟ رفتن در زیر درخت پنهان میشه. من از کجا میدونم؟ فهمو همین طور میکنی. رو. ای خدا همینش به من نمیرسید. بختیار لبای آقای اکرم. لبای را یک سو گذار. نمیبینی قوه برق را خاموش کردن؟ حاضر دیدم برایم. زود باش، زودتر باش. ای آقای اکرم عجایب گپ میزنید. زیا کجا شد؟ همینجاست دخترم. 2 دقیقه به همدیگر نمیتوانیدن. خدا نگهتان دارد. زهرا داماد در کجاست؟ من هم حاضر این رو پرسیده بودم بابا جان، ممکن حاضر بیاید؟ یا خدا باز دامادمان با یگان چقوری نفتد. ای خدا نشون ندهد. کفت و کپ کردن در کار.
داملا زیا زیا زیاودین جان زیا داماد ای تو زیا! بکردم خدایی کجا گم شد زیا داملا زیا تو کاب کنه همه کس زیا! داماد 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 داملا زیا داملا در کجایی؟ برادر وضعیتمون خیلی بد است ای پسرم تو بلای جانم شدی رو گم شو از اینجا. نمیرم برادر به زور نرو ببین کمیسر با تو بوجه شده است و پیشت آمده است من تو رو تنها گذاشته یگان جا نمیرم رحمت شوکت نمیارزه. میارزن رحمتی کلام فقط همه خیلی رحمت گوی بسیار با من کمک رسانده ایستاده. نمیارزن اوه شوکت اوه شوکت آرام باش من همراهت هستم نترس قوی برق اومد. او را قوه برق اومد با تو چی شوکت ها؟ چی؟ از قوه برق اومدن با تو چی فایده است ها؟ یا توبه داماد خدایا توبه کجا شد داماد آقای اکرم آقای اکرم برق خاموش کنک پرتافته برق است خاموش کنک پرداخته است بله من به تو نگفته بودم که آن را عوض کن نگفته بودم گفته بدید آقای اکرم باز میگویم اطاعت جناب داماد یزدان در کجایید شما کجا شده داملا کجا گم شدی آخیر در کجایی تو زیا در کجایی تو این کارو بودین شرمندگی زورو جان با فکرم خوبش به درون درویم الکی خنک شد پدرم بسیار خشمگین شدم امک جان شما درایت ما حاضر می آییم داماد پدر جان با اجازه تدون به درون درویم ها رویم سلین شما به درون می در اومدید؟ سلین ای اینجا بیا اینجا بیا زورا جون آروم باش آروم میترسم در یک اونجا نیست سلین آخر به کجا رفته باشد آروم نمیدونم باش دیوانه زورا، میشم آروم باش دیوانه آخر میشم بوده که زمین ندر خوش اومده است تو می‌کنم. در رو پیدا همینجاست کن در یا کجاست خدایا. در کجاست نمیدونم دیوانه میشم آروم باور شو کن که دیوانه آروم شو میشم آدم را دیوانه نکن تو دانی و خدا مهمان ها رو میترسانی اگر نهایت چی من شرمنده میشم تمام چی کار میکنم آروم شو حاضر از یکون جو پیدا میشود زیا دامولا زیا تمام زورو بس کن حاضر دیوانه میشود زیا دیدی آروم شو جانم آروم شو مایلش آخر به یگان جو نگریخته است حاضر از یگان جو پیدا میشود خودت میبینی او نمی آید تمام عزیزم بس است بیا به درون میدرویم بیا زیا آرام شو زورو جون بس از زورو آرام باش حاضر پیدا میشود بس چی شد؟ او نه سردارم بسیار تاریک است بهوده میکوبیم چکل نیست باز یک بار دیگر نگاه کن سردارم آخر انصاف کنه چند ساعت شد ما جستجو داریم چند بار گفتم که با گفته های من جواب نگردانید ها در کار شود تا مردنتان تمام بحر را میکابید ای یک بار فکر کن داماد گریخته است عجبا ای داماد گریخته است مگر از این خیل اویلای بای میگریزند توبه کنید خانم تولی دوملوزیو به مال ملک شما کار ندارد او بسیار پول را به بیچاره ها خیر کرد و چشمش هم نپرید بسیار خوب به چشمی همه پرده پوشانده است گوی حلالش باد به خدا سردارم او برم اون را یافتید؟ در یگان جا نیست چکل نیست حیوان چکل نیست تا کل تکلز را نیابید عذاب نبرای در را آبنا بهوده خودتان را زحمت داده ایستاده با آواز تیر ماهی ها میگریزند با تو چی فرق دارد برادر با کجایی که خواهم میپرارم این سلاح هم اجازت نامه دارد یگان گپ داری بگیر این را برادر
دوم یخ کرد توپگو داریم بین علفو میستیم. نمیدونم شوکت. یگان روحی حلش رو یفتن در کار. بلو زند. الو؟ این پلیس؟ زود باید اینجا کشتار رخ داده است. لابای الو کی؟ کشتار؟ چی؟ حاضر می اویم اونال چی شد بگو جو. عزیزم رفتنم در کار. عزیزم حیاتم در تپه‌ای که کیلاس خودش رو پرداخته بود جسد پیدا کردن. رفتنم حتمی است. چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ این ابله رفتنی نیست به فکرم. نمی رود از اینجا. برادرم ناامید نشو. کمتر پس میرود. کمتر صبر کن. رفتنی می بود که ها رفته بود شوکت. نمی رود لعنتی نمی رود. حالا میبینی برادرم. اونال لبای زنک جان. مایلش زنک جان. مایلش تو را من میویم. این کار این خیل نمی شود. رفتیم. در کجای زیو؟ پس کن. چرا چنین کردی زیو؟ آخر تو این خیل نبودی کو؟ باردار در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ بیا برادر رفتیم. آقای اکرم لبای ببخشید آقا مرا. تمام جا را گفتم اما متاسفانه نه داملازیا و نه مهمانش را نیافتم. چخیل نیافتی؟ میابی. هر یک کنج را گفته او را میابی. زود باش رو. خوب شده جناب. مادر این هم نقشه توست مگر؟ کنی بگوی؟ در اصل من این معجزه رو یعنی گم شدن دومولا رو از اویلمون بسیار میخواستم، اما من فکر هم نمی کردم که دعایم اینقدر زود قبول می شود. مادر اگر این نقشه شما باشد من شما رو اصلا نمی بخشم. اصلا. ملیس سفسطه نگوی. من چخل دو مردی بزرگ رو نابود می کردم. از دست شما همه چیز می آید.
غم خورده دومولو اینقدر ثروت رو گذاشته به یگان جا نمی رود. دوملو یک نغمه خر آدمی که نمیشوه. دومود مگر همینقدر قوت کرد؟ کمی بعد پیدا می شود. زورو رو به آسانی از دست نمی دهد. عاشقی کاری آسان نیست. میبینیم. دخترها زودتر اینها را به درون درارید. آقای خلیل، من در هیجان موندم. به خیالم فکرهای ناخوب آمده ایستاده است. فکری بد نکن برو. بار دیگر زنگ زنم. جواب ده تیستر. تو در کجایی زیو؟ در کجایی؟ خدایا به من کمک کن. در کجایی یهودا؟ در کجا؟ برادر بیا رفتیم. در کجایی؟ در کجایی؟ زیا! چیکار کنم شوکت؟ چیکار میکنی؟ من با زهرو این طرح رفتار کردن نمیتوانم و رو پرتافته نمیروم. زیا برادر کمیسر اونا را چیکار میکنی؟ نمیدانم برادر، یگان راهش رو حتما یافتن در کار. بیاخلانا گپ نزن، سرمون رو در بلا نگذار. نه برادرم، این خیلی نمی شود. اما من در اینجا زهرو را تنها نمی گذارم. تلفنش جواب نداد. نبرداشت. من به بابایم همش رو میگویم. خب کن میشنوند زهرا. با دوملازی و خونه دار شویمون ساخته بود، برای همین او گریخت. همین خیلی میگویم. زهرا جان کمتر صبر کن. حالا میبینی دوملا میآید. اگر خواهی به حجرت رفته استراحت کن. تو بکی من او رو انتظار میشوم سیلین. تو بکی. غم نخورید آقای خلیل. دوملازیا کجای باشد میآید. سردارم کفتن جسد به نتیجه برآمد. بی نتیجه برآمد؟ سردارم از دست آبازهای کنعانی دیوانه در بر هیچ چیز نموند. چی خیلی آبازه بچه؟ هر قدری که گفتم تا حال او رو نیافتن محترم کمیسر. همیشه در کارهای من دخالت داری برادرم. در اینجا چیکار میکنی؟ محترم کمیسر، مرگ کلتا کلاس رو دیدن برای من حتمی است. لطفاً مرده یا زنده بودن همشهریم را بار آخر فهمیدن حق دارم. مرد. او مرد. فهمیدی؟ حقت رو گرفتی. تمام از اینجا روید. سردارم ما تا مردهش را نیابیم او را مرده گفته نمیتونیم. به یگان دلیل به ما آدم های بالا باور نمیکنه. احمق، تو هم دانا شدی.
باز تو احمق به من عقل یاد میدی؟ ای سردارم استغفرالله. ای بچه، برای این کار من حیاتم را بخشیدم، برای پلیس شدن حیاتم را فدا کردم. شما اینجا چی کار میکنید؟ دفع شوید. اینطور نگوید کمیسر، حالم رو ببینید. وای آدم مرا مایوب کرد. تا جسدی او را نبینم با هیچ کجا نمیروم. کافت و کابی مرده کاری شما نه، کاری پلیس است. دفع شوید از اینجا، وگرنه باشد. بگذار کمیسر گفته ای شما شود. میرویم. کنی بچه ها همه کس از آب باید تستر زودتر همه کس باید بیاید برای. تو چی کار میکنی در اینجا؟ تو باید در مرکز باشی. تز رو. میلش سردارم، بدتر همرو میروید. کنی زود باشید، همه کس از آب باید زود باشید باید. دمت را گیر. خب چور چشمه ای احمق، سرم رو ویران کردی. باید جیم شین. زهرا باباید می آید. ای به خدا بسیار به قهر می آید. زهرا دخترم، در بینتان یگان واقع ناخوش رخ داد مگر؟ نه بابا جونم. زهرا، اگر این را از من پنهان داشته باشی نه بابا جان. نه. چی خیل؟ گویم. نگو. در اصل بابا جان گلویم میخورد. بله، گوش دارم. جنگ کردید ها؟ بله جنگ کردن. من میدانستم این را. جنگ نه بابا جان، دیگر چیز. چی خیل دیگر چیز؟ این خیر؟ بسیار یک مشکلی بزرگ است. چی؟ زیو قهرمان. عجب جفتی عجیب. زیا جان عزیزم. اپا جان میبخشید، در خونه نان هسته؟ البته هست. کمتر نان می آوردید، گرسنه مونده. نونی خولیو که در برولایش روغن بود. نه همه خیلی بیار، من نانی قاق میخورم. مایلش. بعد تو هم قهر دارم. آنها جنگ کردند تو به من نگفتی. اگر به من میگفتی من به آنها توصیه میدادم. شما راست میگوید بابا جان، شما حقید. از خاطرم بر اومده است. در خاطرت زمان همین خیل شده است. همه فراموش خاطر شدن. این دفعه میبخشمت. داماد نخواد آدم در شب نیکاش گم شود. تمام چخوره ها را کافتیم، همه را در حیرت گذاشتید. جناب، شما در حقیقت رفت میگویید. ها مرحمت. ای سمبوسا آوردی کو رحمت اپا. یک کار مهم بود. اگر نمی رفتم او مردنش ممکن بود. یعنی یک
شناسی نزدیکم در محله پیشتر کار میکردگیم در بلایش تخته افتیده بوده است. او با من زنگ زد، من رفته با او یاری دادم. و چرا به تو زنگ زد؟ یعنی باید به دکتر زنگ میزد. چرا تو رو تشویش داد؟ در حقیقت من هم با او گفتم که دکتر رو جیغ میزدی، من به تو چی یاری رسانده میتونم. بسیار بیماری سخت شده است، یعنی من این رو فهمیدم در حال دویده به نزدش رفتم. خدا از شما راضی باشد دامولا. خدا به هیچ کس این حال را نشان ندهد. در حقیقت بسیار حادثه ناخوش بوده است. میدونیم ما هم با زهرا در اینجا حادثه ناخوش رو پس سر کردیم. تو رو خوب میفهمیم. کاش او رو با خودت می آوردی بسیار خوب میشد. کی رو؟ لبای؟ شناست رو که به کمکش رفته بودی، همان رو. او حالش خیلی بد بود و من با او تنها، یعنی همراهش تنها با تلفن صحبت کردم و او با من گفت که حالم خیلی بد است. گفت با من پیش از مرگم صحبت کن. خونش دور بود، مرا گفت که با خونم نیا زیرا که با تو دور می شود. همین طریق تلفن جنازه او را خواندم. او مرد؟ کی؟ نه، من جنازهش رو نخوندم و او امر معروف کردم و او از خودکشی دست کشید. اما آقای اکرم بعد امر معروف من او گفت که من مردن نمیخواهم. داملازیا، من مردن نمیخواهم. او را چلیاسین کردم و در حال شفا یافت. دامادی شیرم، تو آدم را از مرگ نجات دادی. بله. این 2 ساعت انتظار بودنی ما هیچ گپی ندارد. سلامت باشد آقا، برای انتظاریتان می ندارم. زهرا جان، برای اینقدر انتظار شدنت از تو عذر میپرسم، ببخش مرا. هیچ گپ نداره زیا جان، تو که حیات انسان رو نجات دادی. من نگفته بودم که او حتما می آید. بار دیگر از همتان عذر میپرسم. کیلاس کم بود که کنعان به سرمان بلا شد. کیلاس همه رو به خودش دشمن کرده است سردارم. 5335 مرکز 5335 مرکز 5335 گوش دارم. در تپه شاهین در ساحل بحر جسد مرد افته شد و اون جسد رو به مردخانه فرستادیم. ما رو فهمیدید؟ خبر رو چخیر فهمیدید؟ فهمیدیم 5335 مرکز. حالا باشه به مردخانه روانه میشویم. ای کاتا کیلاس، عاقبت به دستم افتادی. لوین زود به ماشین سوار شو. میلش سردارم. مهمانان محترم، مرحمت شینید، مراسم را دوام میدیم. از رفتنت بسیار ترسیدم. این مسئله رو پوشیدیم زهرا خانم. از کجا دانم؟ این خانه دار شوی ساخته ما تو بقیه دوام میکرده باشد. نمیدونم. من به تو وعده داده بودم که این بازی رو تا آخر میبرم. اگر تو در جای من میشدی تو هم همین کار رو میکردی. همینطور نه؟ من در جای شما میشدم. عشقم، من در نبودنت تو رو چقدر یاد کردم. اوه جانکی من. یا عزیزم. بسیار خرسند می نمویی. بله مادر جان. عقلت رو گم کردی، عقلت رو میلیس. بگذار که گفته شما باشد مادر جان. شوهرتون کمیسر پلیس است؟ بله کمیسر است. امشب می آمده باشه؟ ها، کمتر پیش هم اینجا بود، اما با تلفنش زنگ زدن و برای کدام کاری عاجلی بر اومده رفت. و همیشه عاجل به اینجا می آید، عاجلا به او زنگ میزنن و او عاجلا می رود. همه کارش عاجلی است. اما بابا جان التماس میکنم یا نادرست میگویم. ببخشید کمتر مانده شدم، رفته استراحت کنم. شب خوش. بابا جان چی کار کرده؟ چی دروغ گفتم؟
از برای کلتکیلسی اخمق شده زندگی آنها آخر ویران می شود. آر شود. خوب استه؟ یزدم تا حال کلاس رو میکوبد. داماد شما کارش رو دست می‌دارد. شما باید فخر کنید. بله بسیار فخر میکنم اشتر. بابا جان کارش را دست می‌دارد اما به اپم تماما دقت نمی‌دهد. از کارش دیده باید همسرش را دوست دارد. برای همین اپم غمگین است. فهمو کشو به او چی شده است؟ شناخته نمی شود. در اتوبوس بارش کنید. تمام کردی؟ بله سردارم. امشب بهترین شب حیات من است. از همه قیمتترین گوهرم دخترم زهرا به شوهر می براید. بتشویشم کاش که رحمتی پدر و مادرش در این روز خوشبختیش همراه زهرا می بودند. قسمت همین بوده است. من همچون بابایتان همیشه کوشش میکردم تا که شما نبودن پدر و مادرتان را حس نکنید. اما چه که نباشد والدین دیگرند. دامولازیان نیز بی والدین کلان شده است. او هم مزه والدین را نچشیده است. برای همین زهرا را دامولا از من دیده خوبتر میفهمد. اکنون ما باز عائله کلانتر شدیم. دامولازیا به عائله امان خوش آمدی. تشکر. ای از حد گذراند. خدا قوش پیرتان کند. خوشبخت باشید انشاءالله. خدا خوشبخت شود. آمین آمین. بر شما بخت میخواهم زهرا جان. میتوانم شما رو یزده گویم؟ البته. مبارک شود یزده جان. رحمت. خدا خوشبختی را نصیبتان گرداند. رحمت. الو تکلیفات رو بار دیگر فکر کردم. من راضی هستم. لیکن زودتر کردن در کار. عالی جناب. امیدوارم موفق میشوی. 100%. من نقشش رو میکشم. شما تشویش نکشید. مایلش. زهرا جان تو رو خوشبخت دیدن برای من هم خوشبختی است. نمیدونم من هم شوهر کنم. با من یگون مسئله گه. ببخشید خانم. شما زهرا را ندیدید؟ کمی پیش با بیرون بر اومده بودن. تشکر. باشد. سلین توی سخته است که همه این کارهای کردم برای خورسندی بابایم. یعنی خورسندی تو رو دیده باورم نمیاد که همش ساخته است. سلین ها
من نسبت به دومولوزیو شبهه پیدا کرده ایستادم. چخه؟ یعنی تو فکر میکنی که او به تو عاشق شده است؟ با گمانم تو خطا میکنی. من فکر میکنم که آقای زیو دومولو است. او به تو عاشق شده نمیتواند. این کار غیر امکان است. بله عزیزم، من هم همین طور فکر دارم. دومولوزیو از دیگر دومولوها به کلان فرق میکند. همین طور نیست مگر؟ یعنی چخه؟ پیانینو می نوازد، در طرف خانه مانند جنتلمن ها حاضر می شود و در آنجا مانند رقاص های پروفسیونالی می رقصد. لیکن به لباس پوشی ما کار نمی گیرد. او چی خیلی دومولوست؟ زورو جان، من هیچ نمیفهمم که تو چی میگویی. یعنی او دومودی ساخته است کو؟ ممکن دومولوی ساخته باشد. سفسته نگوی زورو، چخه دومولوی ساخته؟ دیوانه شده ای مگر؟ راست میگویی، سفسته گفته ایستادم. میدونم. به او شبهه دارم، گفتم میخواستم. چی فکر داری؟ بسیار عیب است زورو. بای آدم برای تو شده خودش رو فیدو کرده ایستاده است. تو باشی غیبت میکنی. اگر او این سخنهای تو رو شنود، برایت نگاه کردن یک طرف، هیچ وقت قدمش رو به اینجا نمیگذارد. من آنقدر گپی نگفتم که تو اینقدر واهمه کنی. برای تو شده آبرویش رو فکر نکرده هر چیزی که از دستش میآید کرد. برای خانه دار شویت با دومولو قریب همه خش و تبارت مقابل بودند. میلیس، تولین گفته هایشان رو فراموش کردی. اما چی شد؟ یعنی از پشت به دومولو خانه دار شویتان خواستن تو رو پس زنند، ولی کارشون برار نگیرید. دومولوزیو مخصوص برای شرمندن شدن آنها با تو رقص کرد. تو باشی دومولوی ساخته گفته او رو پس میزنی. قندت رو زن سلین. من تو رو نفهمیدم. من به این هم میدونم. من چقدر به زیاد تشکر گویم این کم است. زورو جون، میدونی که او دومولو است، پس باید رفتارت، طرز لباس پوشیت مثل همسری دومولو باشد. البته دومولوزیو ممکن است یگان گپی سخت گوید یا اینکه یگان نصیحت کند. این کار شدنش ممکن است، اما او دومولو است. اما تو رو میفهمونم نمیفهمی. گویا ما توی حقیقی داشته باشیم. توبه. او چی گوید؟ این رو پوش، اون رو نپوش، این رو بکن، اون رو نکن. همین طور از پوشیدنی من اون ناراحت نیست. ناراحت می بود میگفت که این رو نپوش. و انتظار است که این کارو تو خودت میکنی و ممکن شرم دارد. نمیدونم، ممکن دلت رو شکستن نمیخواهد. راست میگوید. زورو جان، تو هم کمتر فکر دومولو رو بکن. یعنی او برای آبروی تو رو در پیش آدما نریزاندند، خودش رو فدا کرده است. پس تو هم کوشش کن که تو اینکه آبروی او رو هم برداری. درست میگوی سلین. آنا به فکرت بسیار کشوده است؟ برای من گویی فرقی ندارد، اما برای دومولو بسیار کشوده است. به فکرم ببین. مگر که تو هست بسیار کشوده؟ کشوده؟ برای من نه، برای دومولو. ساز است کو؟ تمام، گفته‌تان قبول شد. چی که نباشی با تو میزبه. اکنون زورو جان، من به خانه‌مون میرم. چند روز میشد که در اینجایم. مایلش عزیزم، خودت رو احتیاط کن. خودت رو نگاه کن. شب خیر. تشکر میگم. بار دیگر هیچ گپ نه عزیزم. آیسته های کن. کدو هست مگر؟ کدو هست یا دراز؟ کدو هست. ای این دختر به همه چیز کار میگیرد. خانم زیرو، دومولوزیو، من سلی رو گسل کردم. این دختر آخر به خونهش رفت. توی گفته پریشان حال شده ای. در اصل من میخواستم درباره یک موضوع با شما صحبت کنم زهرا گوش دارم. خانم. مرحمت. با تو معلوم است که در محله من یک دومولوی با احترامم. از تو خواهش دارم، یعنی تو حال با شما نگفته بودم که دل شکسته نشوید. یعنی کمتر به خودتون دقت میدادید. بله بله.
دقت میدهم. به خودم دقت میدهم. به چیزم دقت دهم. تو میدونی که من در اینجا دومولا هستم و من از برای تمام جماعت جوابگو هستم. مقصد این که لباس پوشی و شیشتن و خیستنت رو با آداب نکن، چون که لباس های تنگ و کوتاه رو دیگر نپوشی که اعتقاد مردم از دومولا بودن من میگردد و ساخته بودن تویمون رو نیز نمیخوام که کسی ببخشید، من بفهمد. آید این فکر نکرده بودم و از این پس به لباس هایم دقت جدی میدهم. تشکر زیاد. گردن شیطان رو شکستی. نمی ارزد. شب خوش. شب بخیر. دومولوزیو، لبه باز دوباره به یگانجا گم نشوید؟ نه، به خبر به یگانجا نمی روم. خواطر نباشه. از همه دور تو طهارت خانه یا مسجد می روم. تمام. تا اونجا باشد اونقدر دور نبوده است. خیر، شب خوش. شوخی و شوخی توانستمش. قنات زن کلاس. خواب کن شوکت. خواب مثل فرشته ها خواب است. استاد هجری؟ استاد هجری؟ استاد هجری تو دانی و خدا یک بار سوال نداده صبح بخیر بگو آخر. صبح بخیر. استاد من سوال دادنی نبودم. یا خدایا سوال نمیدادی؟ خدا پدر و مادر زنده‌ات رو رحمت کن. استغفرالله استاد، خدا از شما راضی باشه. مقصدت رو گپ زن. استاد به مسجد تفتیش آمدن. شما رو پرسیدن چی گفتنم اون رو ندانستیم. برای تفتیش؟ چی تفتیش بوده است؟ استاد این خیلی تفتیش ها رو یک یک میگذرونم. آخرین بار کی اومده بودن؟ تقریبا استاد 6 ماه پیش اومده بودن. 6 ماه؟ فهمو هجری رفتیم. استاد ها استاد سوال نداشتم لیکن حاضر به سرم سوال آمد. آخر آمد. استاد مثلا شیطان در یک ثانیه دنیا را 7 مرتبه دور میزده است. او اینقدر تیز بوده است، پس ما از او چه خیلی گریختن میتوانیم؟ نویس ما از شیطان هرگز نمیگریزیم. تو کنفو مشق کن، بعد شیطان از تو میگریزد. رحمت استاد. از شیطان نترس و کنفو مشق کن و بعد شیطان از تو میگریزد. هر آدمی که کنفو مشق کنه او از شیطان نه، شیطان از او میگریزد. استاد 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 مرا فراموش کرده. آقای خلیل، این دومولا کجا شد؟ و چند قدر شد ما رو انتظاری بکشیم؟ ایرج حاضر می آید. آنا نامش گیر و گوشش کش. سلام علیکم. خوش آمدید دومولا. با مسجد به تفتیش آمدگی مفتش شماید محترم؟ نه دومولا، ما سرتراش محله یا شخصی که از مفتیات برای تفتیش آمده بود پدرش گذشته. زنگ زدن عاجلا به همونجا رفت. شکر خدا. خدا رحمت کنه. خدا رحمتش کنه. دومولا یک امر معروف میکرده. باز امر معروف؟ استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. دومولا آخران مراتبه که امر معروف کرد از یادم آنها میرود. مرحمت برایتان. استاد بعد از شما. هجری تابوت خانه جورخان آورد. بله آقای خلیل، در انبارخانه است. برادر این چی مسجدی بود که من در اینجا افتیدم؟ امر معروف گویا که امر معروف کردن اینقدر آسان باشد. حتی امامشون رو نمیدونن که است. خدا مرا رو بخشد. بله محترم جماعت، اگر شیرینی امر معروفی پیشتر در خاطرتان باشد، امروز هم خیال شما رو با امر معروف شیرین میکنم. کنی باز ببینیم در قسمتتان چی هست.
محترم جماعت، موضوع امروزه رو با خوندن یک شعر آغاز میکنیم. اکنون با دقت گوش میکنیم. اولین کلمه ای که مادرم به من نشان داد الله بود. خداوند تعالی به من از همه دیده نزدیکتر است. مادرم با من خیلی نصیحت میکرد. پسرم چنان تبسم کن که از تبسمت کسی آزار نیابد. قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را میراند. شما سبکبار شوید تا اینکه به آسانی برسید. همانا آنهایی که رفتن در انتظار رسیدن شمایند. جوان مردی که جوانیش را در اطاعت خدا صرف میکند او را خداوند به نهایت دوست میدارد. نیرومند کسی است که بر هوای نفسش پیروز گردد. ای فرزند آدم، تو خواهی مرد سپس محشور میشوی و در پیشگاه خدا برای سوال کردن دعوت خواهی شد. پس برای پروردگار جواب آماده کن. علی درود خدا بر او فرمود روز انتقام گرفتن از ظالم سخت‌تر از ستمکاری بر مظلوم است. همچنین درود خدا بر او فرمود اگر انسان اجل و پایان کارش را میدید با آرزو و فریب آن دشمنی میکرد. اسلام انسان را تنها به نکویی دعوت میکند. پیامبر درود خدا بر او و با آلش رنج بی اندازه کشید تا انسان را از جاهلی و از سرگردانی رها ببخشد. پیامبر درود خدا بر او همچنین فرمودند با مردم آنگونه رفتار کن که اگر زنده باشی با مهر و اشتیاق به نزدت بیایند، اگر مردی برایت اشک بریزند. خداوندا به درگاهت بنالم، همیشه هستی تو آگاه ز حالم. خداوندا گناهانم ببخشا که من یک بنده آشفته حالم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون رو در همین جا خاتمه میبخشیم. خدا از شما راضی باشه دوستو. زورا جان راحت باش. نیکارو به یگان مشکلی گذراندیم. اکنون توی مانده است. ای بابایت چطور خرسند شد. وای باز زیادتر به زندگی دل بست. بله بابایم بسیار خوشبخت شد. دلم به دومولوزیا می سازد سلیم. با جای توی حقیقی عمرش رو برای من شده صرف کرده ایستاده است، مثل که زندگی بازی باشد. وای به آدمان یاری رساندن را دوست می دارد. یعنی مسلمانی حقیقی بوده است. فکرهای آنها از ما بسیار فرق می کنند. نه خود عزیزکم، تو از کجا می دانی؟ البته همین خیل.
اگر این خیل نمی بود به این کار روزی نمیشد. برای یاری دودن ساخته شده است، یعنی برای ثواب گرفتن. به خدا اگر به جای او می شدم به این کار روزی نمی شدم. اصلا به این بازی داخل نمی شدم. خدا را شکر که تو به جای زیاد نیستی. اگر تو به جای وی می بودی تا حال دامادی ساخته می گفتیم. زورا جان این خیلش رو نمیابی، باور کن. برای من مانند او نیستم. دومولوزی و سخاوتمندی و روزقبلی رو دوست می دارد. میدونی که چشمی همه به سوی تو هست. میدونم سلین جان، هر دفعه این رو به من گفتن لازم نیست. خیر چی کار کنم به چشمونم هیچ باور نمی کنم. یعنی مقصدم با دقت بودنی تو است. به همین معنا. سلین جان این رو میدونم. این بازی رو باید فوش نکنیم. باید تا آخر این سر رو فوش نکنیم. مرا زهرا میگوید و من باید بابایم، اپم و تمام محله رو با دوست داشتن زیا باور کنونم. همه باید گمان کنند که من زیا رو خیلی دوست میدارم. انا همین خیل زورو اولی به خدا کی. خدایا همه چیز رو بیرون کرد. ما این آدم رو نمیشناسیم، حتی نمیدونیم که کی هست. انسانی خوب است، دزد است، راهزن است، بیعقل است. خدایا. ینگا بس از توپ خوردنت سرم رو درد گرفت. مرا عقلم نمیگیرد. قدر خواستگارها رو رد کرد. چقدر به این دامولا عاشق شده؟ حله جان، آدم جای رفغانی رو یافته است. کی میداند که او زهرا رو چخل فریب کرد؟ نمیفهمم چخل اماکی اکرم او رو به خودش نزدیک شدن اجازه داده است. به فکر من در آخر میفهمد که این دامولا دوست داشتهش نیست و او رو میراند. عزیزم تو هم بسیار ساده ای. کی میفهمیده باشد آخر حله جان؟ دیشب انگشترین های پدر و مادرت رو برآورده به انگشت های زهرا و دامولا انداخت. اینش مایلش. چرا در توی تو آن انگشترین ها رو نه انداختند؟ تو یگان بار نپرسیدی؟ نه، چون که زهرا با بابایش نزدیکتر است و حالا میبینی شوهرش هم از تو دیدن نزدیکتر میشود. فقط اون نال رو پس میزد، اما زیا رو تعریف میکرد. بابایت همین میراثش رو به دامولا میگذارد. تو چی سفسته میگویی ینگا؟ من در فکر خوشبختی خواهرم و تو باشه چی ها میگویی؟ تو عجب فکرهایی داشته به تو تن دادم. البته اینها همه‌شان ساده. درباره کالتا کلاس در اینجا حقیقتا چه گپی دیگری است؟ گمانتان 100% درست است سردارم. من هم همین رو فکر دارم. تو دیوانه هستی؟ بگو تو دیوانه هستی؟ زود در حجره کار پیدا میشوی. سردارم من اینجا آمدم که این مسئله رو با شما دو کاسه تیزتر حل کنیم. حاضر یک شپاته میزنم عقلت رو گم میکنی. با من عقل نشان میداده است. تو اول فکر کنی رو یادگیر ابله. السلام علیکم. جسد کالتا کلاس رو یافتید؟ یافتم یا نیافتم؟ با تو چی؟ تو کی هستی که دستک زده به اینجا میدرایی؟ چه خیل گپ کمیسر؟ ما آیا بیگانه هستیم؟ چه خیلی نباشد هر دویمون یک آدم رو جستجو داریم. کالتا کلاس مرد گفته دوستیمون رو کندید؟ مایلش با من جسدی او را نشان دهید کمیسر. تو کی هستی که جسدی او را به تو نشان میداده؟ خودت را حرمت کن، برو از اینجا. بینید کمیسر، او آدم به سرم پرانده بود، به سرم. لطفا مرا بفهمید. آن جسد را به من نشان دهید. آخر جسد کالتا کلاس رو بینی هیچ چیز عوض نمی شود، چون که روی آن جسد بسیار هم فرسوده شده است. یعنی شناختنش نمی شود، حتی یگان جای آبادش نمانده است. سردارم کلاس یک جوره دوست کو نام شوکت. اگر ما شوکت رو به اینجا بیاریم شاید او به ما در این باره معلومات داده تواند. تیر شکیده گذشت از پیشونیتون. تو کی هستی ها؟ خودت را حرمت کن، برو از اینجا. شکیده گذشت. دیوانه، با سرم بلا شدی. با زوریش رو بین.
شد رو شوکت خیز خیز ساعت 1 شد صبح بخیر برادر. چی خیل صبح خیز من خیزم خوراکتان رو به جایگاهتون بیارم رئیس یا در بیرون میخورید؟ به خدا برادر این خیلی چیزها رو در کینو میدیدم. همیشه آرزو میکردم که در زندگی ببینم. حاضر من به تو آرزو کردن رو نشون میدیم. سحر تا بیگاه عمری عزیزت رو در خواب میگذرانی. زود برخیز. ما اینشان نخیستم برادر. یا پیرم 1-2 روز میشود که خواب میبینم. چی خوب؟ وضعیت هم اونطور بست. باید زودتر از اینجا گریخته رویم. سفسطگویی رو بس کن شوکت. ما با کجا می رویم؟ کلاس تو مگر نمیفهمی که کمیسر رونال یزنجانی زهرا بوده است؟ آخر 1 بار میگریزی 2 بار میگریزی عاقبت به دست میافتی برادر. با خدا با غیر از گریختن دیگر راه نداریم شوکت جون. اما با زهرا فاتحه کردیم دیوانه. من این دختر رو چیکار کنم آخه؟ دختر رو در نیمی راه پرتافته روم؟ تمام برادر. کمیسر رونال رو چیکار میکنی؟ یگان راه دیگر داری؟ او آدم تا جسدی تو رو نبیند در حیات از جستجوی تو دست نمیکشد. یگان راهش رو میابیم. کمی صبر کن. این چی است؟ چی؟ تلفن در اینجا. من 3 روز شد این رو میکوبم. با خدا من هم چند روز همین رو میکفتم. در اینجا بوده است. بجا شده است. کی باشد؟ لبای شما کی هستید؟ من هستم. من نیستم. شما کی هستید؟ در کجا؟ او مرده است. کی مرد؟ کی است؟ چی خیل جسد؟ شوکت؟ چی شد برادرم؟ کی مرده است؟ تو بغیر از من باز کی رو داری؟ از همه آدمی دوست داشتم. شوکت مرا دیوانه نکن. بگوی که کی مرده است؟ جسدی تو رو پیدا کردن. من اکنون به تو چیکار میکنم؟ سفسطگویی رو یک طرف گذار. چه خیل مردن؟ در پیشت هستم که نمیبینی؟ پلیس گفت که او مرده است. مگر کارگر دولت دروغ میگوید؟ آمده جسدی برادرت را بین گفت. کی میگوید؟ پلیس زنگ زده گفت که جسد کلتکیلس یافت شد. آمده جسدی او را تشخیص کن. صبر کن. حاضر پلیس به تو زنگ زد؟ بله. کلتکیلس مرده است گفت؟ بله. یا خدایا مردم. من مردم. یا خدایا من مردم. آخر من مردم. این رو بین. فرصت به دستم آمد شوکت. مردم. من مردم. توبه استغفرالله. جینش بیدار شد چی برادر؟ تمام شوکت. گوش کن برادر. در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتکیلس است. مجبورن گریه کن. خودت رو به زمین زن تا که باور کنن. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوانه. در اونجا گریه کن. رپتیسیون دارم. مزیبا. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسدی فرسوده تو رو چخیل نگاه میکنم. یا توبه شوکت. یا خدایا مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر رونال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرستد. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته. این کلتکیلس گویم کمیسر رونال باور میکنه. برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن. اون طرفش رو با من گذار. چی خیل؟ گوش کن. تو رفته جسد رو میبینی. خیر چی کار کنم؟ دیگر چاره ندارم.
کات هفته شما بچه دار اوی برگو چخل پراکندشید бахшида ба иди байналмилалии наврӯз санаи 21 март соати 14 дар кохи тоҷикистон барномаи консертӣ бо иштироки ситораҳои ҷавони эстрадаи тоҷик абдураҳмони ҳакимзод шони арӯси ту муниси иброҳим нозани мара мара шаҳнозаи хушбахт умеди танҳоӣ намедонези ҳолуме қобили саидқул намедона дарди диламро ҳеҷ кас дилшоди намозалӣ ошиқ нашу дил мастер азия тӯра нагирмаҷи қавмара боша номусу қурбони сафарзод модари хушназарам парназарам сафарбеки амриддин ба мисли шамъ сӯзам фаридуни саидзод дунё дунё бевафои сунатуллои қурбон замира ҷон оям гуфт ширинбеки мурод азмон карди ту мара баргузор мегардад чептаҳоро аз хазинаи кохи тоҷикистон дастрас намоед телефонҳо барои тамос 902 404095 ва 907 7048 Kalga giremedim de beki.